گاهی استاد نشدیم، اعلان نکردیم که من مسلمان هستم، فقط قانون اسلام میپذیرم نه قانون دیگر. خلاص کدام مسلمانی؟ تا چی اندازه از الله نترسیم؟ تا چی اندازه فکر بکنیم که من چی میکنم؟ کل معاملات ما سری سود روان است. کدام دین و کدام قرآن عقیده داریم؟ کدام دستوری قرآن در زندگی ما دیده میشه مطابق دستوری قرآن زندگی میکنم؟ مسلمانی خود تنها به زبان نیست که آدم بگه مسلمان هستم، مسلمان، لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. عجیب است، اسلام زندگی صحابه را میخواهد. اسلام زندگی صحابه را میخواه از ما.